خب به من بگو که راضی بودی از نتیجه. چی شد که تصمیم گرفتی بیا جراحی کنی؟ خب سینه هم افتاده شده بود، حالا به خاطر ورزش زیادی که میکردم، خب تاثیراتی که گذاشته بود، به خاطر همین اومدم انجام بدم کار. یه مشکل اصلی که داشتی که یادم حالا پیش جراح دیگه هم رفته بودی، راجع به اون یکم با اون صحبت کن. آره من چون سینه‌ام افتاده بود ولی خب یه بافت سینه داشتم کامل. بعد هر جا میرفتم میگفتن که دوست داشتم پروتز بزنم، گفتن نه نمیشه پروتز، بعد اونقدی هم تغییر نمیکنی. ولی بعد که خانم دکتر یه روشی گذاشتم به اسم اوتوپروتز اومدم و واقعا الان انگار سینه‌ام پروتز گذاشتم، هم خیلی لیفت شده هم کاملا گرده، خیلی قشنگ شده. یادم خیلی استرس داشتی. خیلی گفتین که اگه استرس داشته باشین عملمو کردم. خب به من بگو عمل سختی بود. من سخت بودم خودش، فقط یه 3-4 روز بعدش یکم خب کلافگی داشتش. نه خب پس درد زیادی نداشت. نه تونستی به کارات برسی. سر کار کارم انجام. کسایی که حالا این جراحی رو نیاز دارن بهشون توصیه میکنی بخوان انجام بدن؟ خب مبارکتون باشه.